یه روز داشتم با یکی از رفقام راجع به بالا بردن ارتعاش صحبت می‌کردم. داشت میگفت من نمیدونم چجوری ارتعاشمو ببرم بالا. یه سری راه‌ها بهش گفتم و اینا. در کنارش داشتم میگفتم مثلا یه راه خیلی باحال اینه که پاشی بری یه رستوران خیلی گرون، اونجا ببینی آدم‌ها رو و اینا. همینجوری که داشتم واسش توضیح میدادم یهو گفت آخ آخ آذر غذام داره میسوزه، به زنگ میزنم. قربونت، خدافظ خدافظ. چند روز پیش نشسته بودم دیدم تلفنم زنگ زد، گفت آذر ببخشید میشه برای من مثلا یه عددی، حالا عددشو نمیگم، این عدد کارت به کارت کنی؟ گفتم چی شده؟ گفت بابا اسنپ گرفتم، 600,000 تومان پول اسنپ دادم، اومدم تا اینجا با دخترم یه دونه غذا سفارش دادیم. گفتم کجا رفتید؟ گفت رستوران شام قورتیان فلان. گفتم خب کجاست، چی داستان؟ گفت حالا اینا رو ولش کن، من غذا سفارش دادم، تازه یه دونه غذا سفارش دادیم با هم دیگه نصف کردیم و اینها، مبلغش شده اینقدر. الان یه جوری شده که نمیتونم مبلغش رو بدم دیگه، پولم ندارم برگردم، میتونی برای من این مبلغ رو کارت به کارت کنی؟ گفتم بله. قطع کردیم و اینا. خلاصه براش مبلغ غذا رو بخش زیادی شو که نداشت ریختم براشو، پول اسنپش هم واسش واریز کردم که دیگه تو خیابون نمونه، چون گفت ممکنه مجبورشه با مترو برگرده. خلاصه تو اسنپ بهم زنگ زد، گفت نمیدونی چه اتفاقی افتاد، کلی شیطان پیتان کردیم، خلاصه آراویرا کردیم و اینا، گفتیم بریم ارتعاشمون رو ببریم بالا. رفتیم رستوران فلان جاک، یه دونه غذا سفارش دادیم با هم دیگه خوردیم. جلوی منوش هم قیمت ها رو ننوشته بودن. خلاصه نگاه میکردیم آدمای اطرافمون رو، یکی میگفتش که نمیدونم برای من فلان خاویار رو بیارید. من به دخترم نگاه میکردم گفتم وای خاویار، چند سال من اصلا ندیدم خاویار چیه، چه شکلیه. و دخترم گفت خب خاویار چی هست؟ بهش گفتم همون تخم مرغه، یه چیزی مثل تخم مرغه ولی ماهیه، خیلی ریزتره. نمیدونم اون یکی میگفتش که ما پس فردا داریم میریم موناکو. بعد یه ذره ممن که گفت مثلا موناکو کجای ایرانه؟ گفتم خب حالا ادامه بده. گفت آره خلاصه این که اینجوری شد و بعد من نمیدونم چیکار کنم، چرا انقدر قیمتش زیاد شد، من میخواستم برم ارتعاشم بره بالا و از این حرفا. بگذریم، اینو واسهتون تعریف کردم برای اینکه من میخواستم براش توضیح بدم آقا رفتی رستوران قرار نیستش بشینی غذا بخوری، تو فقط قراره بری با یه مدل دیگه از رفتار کردن آدما آشنا بشی. برو یه دونه قهوه بگیر، یه دونه کیک کوچیک بگیر، یه چیز اینطوری. منتها دیگه غذاش داشت میسوخت، فرصت نشد که من براش بیشتر توضیح بدم. میخواستم بگم نگاه کن آدما رو چجوری میشینن، چجوری حرف میزنن، چجوری راحت انتخاب میکنن، در مورد دنیا حرف میزنن، چقدر برای اینکه دارن لذت میبرن از زندگیشون احساس گناه ندارن. در واقع مغزت باهاشون آشنا بشه و پیش خودت بگی که خب پس اینها هم آدمن، یه آدمایی مثل ما. حالا این دوست ما کلی آراویرا کرده بود، انگار میخواد بره عروسی. یه چیز جالبی که واسم توضیح میداد، میگفت نگاه کردم میدیدم این آدمایی که اومده بودن اونجا خیلی ساده لباس پوشیده بودن، آرایش خاصی نداشتن. من رفته بودم آرایشگاه موامو شینیون کرده بودم، اینا همینجوری خیلی ساده خانوماشون موهاشون رو بسته بودن، یه لباس خیلی ساده پوشیده بودن و اینها. میخوام بهت بگم که هدف من از این که گفتم بره یک چنین جایی فقط این بود که بره با آدم‌ها آشنا بشه و بدونه یه همچین چیزهایی تو دنیا وجود داره و جز امکانها هست. درسته که توی شرایط زندگی اون براش آشنا نیست و هیچ وقت نزدیک ندیده بوده، ولی واقعا هست. و وقتی که آدم میبینه یه همچین چیزهایی رو که وجود داره، رفته رفته پیش خودش میگه خب آره اینم یه مدل زندگیه، چرا که نه. کم کم براش آشنا میشه، از حالت غریب بودن برای مغزش در میاد. پیش خودش میگه خب آره منم شاید بتونم. این شاید بتونمه کم کم تبدیل میشه که به این که آره منم میتونم. ضمن این که یه همچین جاهای آدم وقتی میره
ممکنه متوجه بشه که شاید اصلا واقعا اون مدل ماشین و اون مدل رستوران جز آرزوهای طلاییش نیست، ولی اعتماد به نفس و آزادی انتخاب شاید چیزیه که احتیاج داره داشته باشه، نه اینکه اون حسی که هر وقت میخواد یه خواسته ای رو برای خودش برآورده کنه اول از جیبش بعد اجازه بگیره، بعد از کل فامیلش اجازه بگیره، بعد ببینه که اصلا میتونه یا نه. بنابراین اگر رفتید یه همچین جاهایی فقط بشینید یه قهوه بخورید، یه نگاه بندازید، حالا قهوه میخورید، چای میخورید، هرچی، یه چیز کوچیک که فقط با اون محیط آشنا بشید، آدمها رو ببینید و احساس کنید که هیچ چیزی از شما برتر ندارن. تنها چیزی که شاید دارن و شما ندارین احساس اینه که حقشونه یک چنین زندگی داشته باشن. هزار تا باور منفی در مورد خودشون ندارن که نه حق من نیست، نه من بابام فقیر بوده، نه از این باورهای این چنینی، نه من نمیتونم یه همچین درآمدی داشته باشم. چرا عزیزم؟ همه میتونن. فقط نکتهش اینه که باید بتونی باور کنی و باید بتونی تو اون شرایط خودت رو قرار بدی که احساس کنی چیز عجیب غریبی اصلا نیست. وقتی مغزت باهاش آشنا بشه و بفهمه چیز عجیب غریبی نیست، میپذیره و کم کم اون حد استاندارد تو رو میکشه بالا. و البته باید حواست باشه دیگه، قرار ارتعاش تو ببری بالا، نه اینکه حساب بانکی تو بیاری پایین یا مثلا حساب بانکی رفیق تو. نکته اخلاقیش هم اینه که گاهی برای بالا بردن ارتعاش احتیاج نیست بیشتر خرج کنی، احتیاج بیشتر ببینی. خودتو وارد یه محیطی کن که سبک زندگی متفاوتی توش جریان داره، آدم‌ها رو ببین، رفتارشون و انتخاب‌هاشون رو ببین، اجازه بده ذهنت با چیزی که قبلاً به نظر دور از دسترس بود آشنا بشه. نه برای اینکه تقلید کنی، نه برای اینکه حسرت بخوری، نه برای اینکه نمایش بازی کنی، نه برای اینکه تو ذهنت فکر کنی که او اینا لابد جیب مردم رو میزنن، او اینا لابد بابا پول دارن، او هزار تا از این اوها. فقط برای اینکه یه روز از این برای من نیست برسی به اینکه چرا که نه. و شاید همین چرا که نه ها شروع یک زندگی کاملا متفاوت باشه.